همسریان کمپیر که خیلی داره که اینجا شهر هم طرف شناسیده خیلی میبینیم انشاءالله که قدر خوب میگفتیم که بسیار کار بچه ما بچه گنده نیست گنده نیست یکی گفتن نمیشه و آدم فقط خداوند در بشه میدونه که چی بپایی چی چه خبری نیست خیلی مجموع میدونه آخه اگه گفته آدمون که همین رفتیم همسایه پرسیدیم افیکو یکم بار رفتیم همسایه پرسیدیم گفتن دختر بسیار دختری به معنی به آداب کرتا دوست چیور 10-15 هنر بوده ما با هیچ چیز در کار نیم من با همین سلامتیش در کار همین دختر ندارم آرزو میکردم که دختردار شم همین کلین برای من نه برای من فرزند دخترم باشه من خودم خدمتی به میکنم کارتی درام گفت نیستی پاروز یکم جان دستم نه من نیت کردم که همین کلمه طوری سر کردم میگردم رویم کنیم اگه با دعایش ما در کار کنیم رویم چی میگه بچه را پرسیم که چی میگه خیلی بچه روزی مردک جو جاویدان لبای چه لبای خبر خوش خیلی مبارک باشد بچه نتی حماس خیلی ما قبلی کمپین روشد مسئله را کردیم خیلی طرف شکل باشه بلنسی خیلی کلین یفته عروس یافتم یک دختری با منی همین خواهرکم رفته همونجا گفت که همین الان آدم دختر بسیار دختری با منی چه‌بر خروپاس همه چی عدسش میاد جاویدان بچه هر مادرش آدم خوب باشه دختر هر مفهوم میشه با بچه‌م دیگه اون میشه که یکم جنگ سر که میگه هم باشه آخر هوان دختر گفتگی من است ها اخی اما نه گفتم که هوا دختر هوا دادا ای بابا سفیده ما خیال کردم خودت جوانی تو من چه خیال خود کرده بودی حاجی همه دو زنه و سه زنه کمپیر ما خیال کردم میگم تو بجایش گفته استاد دست رحمت دادا جون رحمت یک دو که ما خوشبخت شویم الهی آمین پروردگار هر عالمین با همین دختری که همسرت میگردد روشه پیر شوی عمری بردوام دهی یا بی فرزندانی خوب به دنیا روی چون روبکی چون فردوسی چون خیال چون قناعت چون لایق چون بازار ثابت چون مخبری واقعیت پروردگار با همه آرزوات خداوند کریم رحیم برساند و روشه پیر شوی آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم رحمت پدر جون رحمت مبارکت باشه تو مبارک شه بچه جونم کای های تک بچه دوانی آچه بچه خوشروی خدا بینم کاو گوری بچه خوشش می‌کنه میمردم شده بچه همین خواهرش خوشروی که ناز کرده یافتی تک کریم ما خول ما خیلی بچه هم شب یک ما میدونی در شوی ده مرده که شوی ده طرف شوی یکو میچینی پایش پای کله میده رحمت باشه جان رحمت پدر جان سلام خیلی انتظار شدیم میدونم میدونم پدر و مادر من راضی شدن اکنون با آرزوهای من میرسیم چش دیدی عیناً جوانی های خودم چی؟ در جوانی تو یکون دختر رو نرزده بودین با خیلی ما نه خیلی امون جوانو یادگرش خیلی گفت زنه عجایب بوده شما مردک و من گفتم که باید یکدیگرشون نغز میبینن دوست میدارن الان دیدی چه خیلی خوش رو گفت میزنن یکدیگرش که دیگه عروس بینید اوه عروس چه خیلی خوش رو جونی منه اکا янга охир айб аст шумо одамои калон омонен ҳами ҷавоно якам суҳбат кунам пеш аз ту охир айби ман айби аката من یگان گناه ندارم من همین خیلی آمدم ҳамин хел мана пойдед ҳамин хел ҳамаи духтаро аз барам рафт ҳамин хел мондам безан омонен ҷавоно якдигар қад як
خوشبخت شوند آخه. چی لازم میگه ما تصادفاً نمیاد دادم وای همه خیلی ای خانی تقاد رفته دمی های خداحافظ. خیلی انتظارتون میشم. جاویدان رفتی شب نکرد ها؟ توی عروس رو جوکیدن از خطیر نبردن هوا بردار یکم مرنیست کو چه فراموش میکنی؟ چی؟ شوخی کردم شوخی. ای دوستی عزیز تبریک بروید بچه ها بروید خواهد شهمی و یکو نمون که خواه بجه کرد. خیلی راست میگم. دختر جان اینجا بیا جان آچه راست شدی همین بچه با تو مفهوم من راستی گفتم کوچه جان. دختر جان من تو میدونی که زندگی چقدر پستی و بلندی ها داره باید صبر کنی طاقت کنی حتما صبر و طاقت کنی در زندگی برد میکنی فهمیدی جان آچه سنگی وزنی نه آب نمیبرد میگوین هرچی وزنی میکنی برد میکنی فهمه آچه جان. آمین جوانان کوش پیر گردند با مراد و مقصد برسند فرزندهای خوب به دنیا بیارند تا برای تاجیکستان عزیز خدمت کردن توان آمین الله اکبر سر کرده توی مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود توی مبارک شود شادی تویانم مبارک شود شه سوار ما پیاده میرویم شب همچین موقع دایره میرویم عروس بینای سهر تا قیرم موندای بسر عروس بینای سهر تا قیرم موندای بسر کفشی زبا پوشیدای کرتایی پر پر ببر کفشی زبا پوشیدای کرتایی پر پر ببر کرتایی پر پر ببر خم خم زده چشمی عروس نم زده زلفکاش خم خم زده ای خانشان میره در دلکش غم زده عروس بینای سهر تا قیرم مونده بسر عروس بینای سهر تا قیرم مونده بسر کفشی زبا پوشیدن کرتایی پر پر ببر کفشی زبا پوشیدن کرتایی پر پر ببر کرتایی پر پر ببر برار برار دختره دختری توتی تره برار برار دختره دختری توتی تره شب سراغ آمده او رقتیش میبره شب سراغ آمده او رقتیش میبره
الهی آمین. قدم های عروس و داماد خجسته باشند و آمدنشان به خاندان یکدیگر فیض و برکت بیارند. آمین. در خدمت والدین، پدر و مادر و خویش و اقربا باشند. فرزندانی خوب را به دنیا بیارند چون فردوسی و چون خیام و چون رودکی و چون برخولی. سال دیگر گودکدار شوند و گوارا بندان کنیم و توی تماشا کنیم. الله اکبر.